الان شما میبینید تمام این بچه‌ها، این افراد دوست دارن 100 بار جلوی تکفیری و آمریکایی و اسرائیلی بجنگن، اما وقتی طرف مقابلت هموطنته چقدر کار سخت میشه، چقدر پیچیده میشه. امیرالمومنین 3 تا جنگ داشته، همش با مسلمانان، همه با مسلمان. اینو فکر میکنید یه کسی در کوفه نبود عزادار نباشه. به محض اینکه امیرالمومنین به قدرت رسید 3 تا جنگ بهشون تحمیل شد، جمل و صفین و نهروان. و حضرت تازه داشت آماده میشد برای جنگ چهارم که ترورش کردن شد شهادت رسول. بالاخره جمعیت اون موقع جمعیت الان نیست. عددهایی که میگن حالا بعضیشو بزرگ نمایی کردن که بگن در دوران علی کشتار زیاد شد، تاریخ نشون بدن اون بخش از تاریخ رو که سیاست ورزانه نبوده. اما خب مثلا 100,000 تا میگن، خیلی عدد بزرگی برای جمعیت اون موقع. کسی نبود ناله نکنه دیگه. هر کوچه پس کوچه کوفه صدای گریه بلند بود. شما ببینید در کشور ما 1 نفر از دنیا میره، 1 نفر، این کل مملکت دارن هشتگ میزنن امروز مثلا در فلان شهر ایران همچین اتفاقی افتاد و حالا دنبال مقصرش میگردن. و شما فکر کنید مثلا 100 ها نفر، این خیلی شرایط خاص و پیچیده میکنه. پس این کسایی که میگن ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، بدونن بعضن خدا 1/10 چیزی که اون موقع بوده رو هم 1/100 چیزی اون موقع بوده رو برای ما شبیه سازی و سیمیلیت نکرده.